سلام، وقتتون بخیر. میخوام کوکتل درست کنم. اول یخ و با سی رو میریزم توی خردکن، بعدش هم میکسش میکنم تا پودر بشه. بعد گوشت رو بهش اضافه میکنم، مرغ رو بهش اضافه میکنم. میخوام کوکتل مرغ درست کنم. مرغ رو بهش اضافه کردم، نور آشپزخونم کمه دیگه شرمنده. بعد میکسش میکنم تا پوره بشه. مرغ در حال پوره شدن، بعد بچرخه تا قشنگ پوره بشه. وقتی اینطوری قشنگ پوره شد، من ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. ادویه ها اینا هم ادویه ها، حالا میذارم که قشنگ با هم مخلوط بشن. وقتی با ادویه ها قشنگ مخلوط شد، الان روغن دستور رو بهش اضافه میکنم. اینم روغن دستور میذارم قشنگ هم بخوره. این مقدار مواد برای 2 کیلو کوکتله. وسط کار دورگیری ظرف رو قشنگ انجام میدیم که مواد هم نزده دور ظرف باقی نمونه. وقتی موادم اینجوری خوب مخلوط شد، میریزم داخل پرکن و کاور میزنم. مواد باید اینجوری یک دست و صاف باشه. کوکتل رو کاور کردم، پختم. الان گذاشتم تو آب سرد که دمشون بیفته. اینم بافت داخلش پخته آماده. یادم رفت از داخل قابلمه براتون فیلم بگیرم. سرگرم کار شدم، حواسم نبود که براتون فیلم بگیرم. به روش قرقابی پختمش. اینم از کوکتل‌های خوشگل و خوشمزه ما.